اگه کتونی بازی حتما باید این ویدیو رو ببینید. ببین مقایسه دوتا قولی، یکی از پوما یکی از آیداز اولترابوس لادیا همون 23 و پوما فور اووران نیترو. بریم از تکنولوژی های پوما شروع کنیم از زیر، یعنی همون رابرش. ببین رانگایده و پوما گریپ، این دوتا به کمک میکنه به پایداری پا تو دویدن یا چسبندگی به زمین. آیداز اولترابوس لادیا همون 23 یه دونه زیره کاتیلدار داره که ضد سایش و لرزشه و این پلیت نارنجی که میبینید مختص آیداسه، آیداز LEP که به برداشت قدمات کمک میکنه. و اما اصلی ترین تکنولوژی کتونی تو اینه. ببین لایه میانی نتروه که فوق العاده نرمه و بازگشت انرژی خیلی خوبی داره. و اما اینم زیرش بوست مختص آیداسه. ببین اولترا بوست هم واقعا بازگشت انرژی خیلی بالایی داره ولی از نترو یه ذره سفت‌تره. جنس فور اووران ببین تقریبا مشه یا یه ذره حالت برزنتی داره. البته یه دونه تکنولوژی پاور تیپ داره که یه خط اینجا کشیده به خاطر اینکه مثلا جنسش یه ذره محکم‌تر باشه، ولی خب من جنسش رو زیاد حال نکردم. و اما جنس آیداز، جنس رویش تقریبا یه دونه بافت کشیه که واقعا آدم دست میزنه حال میکنه، مثلا معلومه. ببین جفتشون به خاطر پیشخوردگی پا پشتشون یه دونه گارد پلاستیکی گذاشتن که میبینید این مشکیه. مال پوماه سفته، بد نیست. بریم سراغ آیداز. اینم مال اولترا بوست، یه ذره کشید داره که معلومه تو فیلمم تا اینجا تقریبا اومده ولی نرمتره. جفتشون خوبن. بریم سراغ کفیا. این کفی مشکی که میبینید با نوشته انگلیسی روشه مال فور اوورانه و اینم مال اولترا بوست لایته. ببین تقریبا بگم جفتشون معمولی هستن ولی خب این ضد آنتی باکتریاله، یعنی از عرق کردن پا جلوگیری میکنه. اینم این تکنولوژی تقریبا داره و یه ذره ضخیم‌تره. من خودم با کفی پوماه بیشتر حال کردم. جفتشون زیر برویه دوخته و دوخت اشتروبیله که خیلی منظم کار شده جفتشون. بریم سراغ وزن کتونیا. اولترا بوست ادعا داره نسبت به نسل قبلیش یعنی به اولترا بوست 22 30% وزنش کم شده. جفتشون هم سایزشون 42، 301 گرم واسه اولترا بوست لایت 42 و خیلی سبک‌تره 268 گرم واسه با این توصیفی که من کردم شما تو کامنت ها بهم بگید فور اووران یا اولترا بوست لایت.